باشین آقای کوبندی صاحب. من سلام برسه بر تمام شما بیننده های عزیز. برنامه امشب ما باز حبیب الله صمدی عزیز، یک تن از فایتران خوب ما که در کشور انگلستان زندگی میکنه و چند روز پیش که مسابقهش بر شما لایف بودیم، یک درخشش خیلی بی‌نظیر داشت و تونست کریف خود شکست بده و کمربند قهرمانی کیجواری را در وزن خود از آن خود بکنه. دوستان میریم تمام زندگیش از خودش پرسان میکنیم، سوالایی که داریم از پیش پرسان میکنیم و میبینیم که حبیب الله عزیز از کجا شروع کرده، حبیب جان از کجا مسابقات خود شروع کرده و به کجا رسیده، چطور استعداد پیدا کرده و چطور که همه مردم افغانستان متوجه شدن که واقعا یک فایتر بی‌نظیر باش که اینا رو مجبور کنم. صمدی صاحب عزیز خوش آمدین در برنامه. سلام درود خدمت شما آقای کوبندی صاحب. تشکر، سلامت باشین. درود سلام برای خود شما. خیلی خوشحال هستم که برای شما وقت دادی که در برنامه حاضر شدی و میخوای که همراه ما مصاحبه کنی. خیلی خوشحال هستم. بازم تشکر خیلی زیاد صمدی صاحب عزیز. قربانتان، سلامت باشین آقای کوبندی صاحب. تشکر از شما که وقت برای ما میمونین و جای افتخار است برای ما، باعث افتخار است. زنده باشین. قربان سلامت. میشه کوتاه برای دوستا خودم معرفی کنین کی هستین، در کجا زندگی میکنین و چند ساله هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درود خدمت تمام مردم غیور افغانستان. عزیزان، طبق شما در جریان بودین، بنده حبیب الله صمدی هستم. 21 سال سن دارم و فعلا در کشور انگلیس زندگی میکنم. مدت 2 سال است و مدت 8 سال است، بیشتر از 8 سال است که در رشته MMA فعالیت دارم و خوشبختانه در 2 سالی که در انگلیس آمدیم نتیجه قابل پسند از سوی کوچم، از سوی فامیلم به دست آوردیم. خدا را بخیر. خیلی عالی. بر ما بگو چطور که ورزش MMA را شروع کردی و علاقمندی چطور به ورزش MMA بود یا پیش از این کدام ورزش دیگر هم انجام دادی صمدی صاحب؟ آقای کوبندی صاحب، ما زمانی که خرد بودم و ناگفته نمانه همین چیزی که راستش باشه، ما که هستم بچه مامای حسین بخش سفری هستم که ما ایشان بچه عمه ما میشه و ما زمانی که خرد بودم ایشان در افغانستان ورزش میکردن و ما ازم خردترکی که سینه طرف میدیدم، طرف قهرمان، و بسیار در دلم یک انگیزه و یک چیزی میداد که امی طرف آیسته 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 و شروع به ورزش کردم و تقریبا میتونم بگویم سنهای 13 سال یا 14 سال عمر داشتم که من شروع به ورزش کردم و تا امروز در ورزش مونده. خیلی عالی. در خود افغانستان شروع کرده بودی صمدی صاحب عزیز؟ از افغانستان شروع کردی؟ بله جان، ما در افغانستان تحت نظر استاد قیس جسور ورزش میره شروع کرده بودم. خیلی عالی. قیس جسور هم میشناسیم، واقعا زحمات زیاد میکشه فعلا هم برای محمد کاران یونس هستم افغانستان. همیشه و واقعا استاد بزرگواری هستن، همیشه مدیون زحماتش هستم. مسابقه های آماتور در افغانستان یا پروفشنال انجام دادی یا نه که آمدی طرف انگلستان وقتی که مسافرت شد مسابقات شروع کردی؟ از کجا شروع کردی؟ آقای کوبندی صاحب، من در افغانستان بله 2 تا فایت آماتور کردم و خوشبختانه هر 2 تا فایت خودم برده بودم. بسیار خورد بودم. همون اوایل آغاز MMA بود که 2 تا فایت MMA کردم و در سال 2020 بود فکر کنم از افغانستان ما برآمدم و در امارات متحده عربی مصروف کار شدم و خیلی کم تمرین میکردم. 2 سال از تمرینات دور بودم من و بعد از او که دوباره به ایران مسافرت کردم و در اونجا تمرین میکردم و بسیار کم وارد مسابقاتی چیزا میشدم دیگه تا که در یوکی اومدم و اینجا دقیق درست شروع کردم. چند سال میشه که در یوکی هستی صمدی صاحب؟ 2 سال آقای کوبندی صاحب. چند مبارزه انجام دادی؟ چطور داخل اکادمی کیجواریو شدی؟ برای ما میشه بگی صمدی صاحب؟ آقای کوبندی صاحب، من یک فایت بوکسینگ کردم. اولین فایتم بود که داخل یوکی بود و خوشبختانش 5 فایت آماتور کردم. 5 فایت آماتور کردم و 4 تایش را در راوند اول ما خلاص کردم یا فینیش کردم با سبمیشن یا در TKO و یک دونه فایت خود ما دیسیژن بردم که ما خوشبختانه
قهرمانی 57 کیلو در بخش موتور هم دارم در سازمان ماشاءالله. کیچوان اکادمیک، که ایس کمربند دومیم که هفته گذشته گرفتم در قهرمانی 57 کیلو در بخش پروفشنالش هست، که توتال میشه 5 فایت در بخش موتور کردم و 2 فایت در بخش پروفشنال. خیلی عالی، ماشاءالله. یک ریکورد بی‌نظیر خودت داری. تا فعلا هیچ کس در کارنامه دیگه نیست و تونستی که 5 مسابقه تام موتور حریفان شکست بدی و 2 مسابقه هم پروفشنال که فعلا خودت هم قهرمان وزن 57 کیلو در سازمان کشوری هستی نه؟ دقیقاً آقای کوبانی صاحب، که این 2 فایت پروفشنال هم که کردم، یکیش در سازمان فایت چمپیونشیپ است که اونم در انگلیس خیلی یک سطح بالایی داره، و او هم با یکی از حریفایم که از کشور سومالیا بود، اون هم در راوند اول ما ثبت نشان کردم و خدا را شکر 6 تا فایت ما در راوند اول حریف خود تمام ماشاءالله. کردیم. دقیقا من متوجه شدم. من که مسابقه تا دیدم رفتم تمام بیوگرافی تا چک کردم، واقعا که بی‌نظیر گفتم که مثلا خودم حیران موندم که چطور خودت پیدا نکرده بودم و چطور درباره صحبت نکردیم و چطور ویدیوهای تو را نشر نساختیم. آدم پیش خود خجالت میکشه، چون خودتان زحمتکش بسیار بزرگی هستی، همچنان ورزشکارای دیگه هم هست، ولی بعض رسانه‌های ما و شما هستن خیلی کم توجه میکنن برای همچنان مثل خودت و کسای دیگه که وجود دارن، مسابقات رسمی انجام میدن، زحمت میکشن. من خودم یک ذره واقعا خیلی معذرت میخوایم چون که دیر خبر شدیم دیگه، اما انشالله همیشه هستیم همراه صمدی عزیز و کوشش میتیم تمام زندگیت انشالله هر مسابقه که انجام دادیم ما در خدمتتان هستیم و میتونیم برای دوستا اینجا لایف نشر بکنم و دوستا ببینن پیش از او برنامه که خودت داشته باشی همیشه انشالله برای دوستا بعد از این میرسونیم. خواهش میکنم آقای کوبندی صاحب سلامت باشین. نمی که شما درک میکنین امی بر ما همه چیز است و کم کاسی از طرف خود ما بوده تا جایی که چیز است، بخاطر که زیاف درگیر سوشال میدیا نمیکردم خدا، بخاطر که میگفتم بیشتر باید تمرین کنم یا بیشتر وقت سر تمرین بانم که تمرکز سر یک جای بیشتر باشه، و به او دلیل دیگه و انشالله چون سوشال میدیا فعلا یک رول بسیار مهم داره در بخش MMA برای فعلا، چون اکثر سازمان ها یا اکثر هر چیزی که هستن فایتر از روی امی بکگراند یا فالوور و یا از روی اینستاگرامش سپورت میکنن یا از امو طریق، و این یک چیز خوب است که یک ورزشکار داشته باشه. و دقیقا من خیلی خوشحال شدم صمدی صاحب عزیز که خودت یگانه چیزی را که اول ورزش را خود پیش بردی و خودت آماده به مبارزه ساختی، خودت دیدی چطور نتیجه خیلی خوب گرفتی، به خاطر که مسابقه خوب انجام دادی، مردم خیلی تشویق کردن، شاید تشویق کردن یا نکردن، بعد از اینکه مسابقه تا بردی و دوستا ویدیو را نشر ساختن خیلی لذت بردی و از مو بود که مثلا هم زحماتی که پشت کامera کشیده بودی، تمرین کرده بودی، خیلی خوب نتیجه داد، چون که تمرینات بالا بردی، حریف شکست دادی و مردم هم دوست داره. حالا به شک آقای کوبندی صاحب، حقیقتش زحمات خودم بجایم و کسایی هستن در پشت پرده که واقعا زحمت میکشن. استاد بزرگوارم استاد عبدالله عزیزی یک تن از کوچهای بزرگی هستن که واقعا بالای ما خیلی زحمت میکشن و من مدیونش هستم، و همینطور فامیل محترمم، برادرای عزیزم همیشه زحمت میکشن، همیشه سپورت میکنن، حمایت میکنن که ما بتونم یک افتخار کسب بکنم، بتونم یک چیز یک یک افتخار برای کل ما بتونم یک کسب بکنم دیگه. مسئله فایت آقای کوبندی صاحب، این فایده که آخر هفته گذشته کردم بسیار بر من جالب بودی فایت، چون ما همچون یک تجربه نگرفته بودم قبلا. چون اگر دقت کرده باشین در فایت ما یک بسیار بوکس یا موپانچ در صورتم قشنگ معرفی میزنه در صورتم. دیدم همونجا متوجه شدم یک و آورهنگ او بسیار بوکس از خطرناک. او چون ما کم تجربگی کردم یا میتونم بگویم چانس آوردریف یا میتونم ما بگویم ما کم چانس شدم، خب به صورت به محض که حریف ما یک پونچ میزنم با ما بسیار زود عکس العمل نشون میتونم که برم سر حریف
و حریف هم از فرصت استفاده میکنه و پانچ میزنه. ما همون لحظه از هوش رفته بودم و ما به محض که ششتم دوباره پس ذهنم ریست شد ریکاوری و شد ما بله. جانا و ما دوباره لنگ حریف را گرفتم و دوباره خاکش کردم که در پشت ما اومدن و ما کاملا از هوش رفته بودم، نمیفهمیدم که در حالت عادی نبودم، فقط بادیم کار میکرد، ذهنم کار میکرد، ذهنم اصلا کار نمیکرد، ببخشید بادیم کار میکرد دیگه. خدا را شکر یک زمان در هوش آمدم، در موتر هستیم که طرف خانه روان هستم، میگم فایت چی شد؟ میگه فایت خلاص شد. این بسیار بر من جالب بود که ما اصلا خودم در حالت همه چیز میدیدم، بهیسی همه چیز بله. قبول داشتم، میدیدم چیزا، ولی که نه چیزی در ذهنم به یادم نمیماند. این یعنی اتفاق افتاده بود برای داخل من رنگ بیخی فراموش شده بودی دیگه، اید نمیفهم. داخل رنگ اصلا فراموش شده بود برای من. خب این اتفاقا مفته شما اون تجربه دار شدی که تجربه پیدا کردی کنی یک مشک میخوره شریانای اعصاب انسان تکان میته، اونو میشه این بشکه باعث میشه که آدم بیخی ذهنیت خود از دست بده، میگم یک خیال پردازی بکنه، شاید همون تو یک سیستم شده باشه برام. دقیقا همون، ولیکن خدا را زار باشه که زحمت جاب کشیده بودیم و بالای هر تکنیک ما بسیار مرور کرده بودیم و امی مرور هر روز و هر روز امی در ذهن ناخودآگاه ما شیشته بود آقای کوبندی صاحب و امی نتیجه را بر ما تعیین کرد. وگرنه اگر کسی که تمرین نداشته باشه، کسی که هر تکنیک مرور نکنه و در او حالت از حالت عادی خارج شود دیگه نمیتونه کاری بکنه. و خدا را شکر چون ما این مرور را داشتیم، این تکنیک ها را هر روز در ذهن ما ریمایند کرده و رفتیم و می نتیجه را بر ما داد. خیلی عالی، خیلی عالی، نتیجه خیلی خوب هم گرفتی واقعا. میگم قربانت، همه ما سلامت لذت باشین. بردیم و همچنان خودت هم لذت بردی بعد از که اون خودت خبر شدی که پیروز مسابقه شدی و کمربند سر شانه انداختن. خیلی خوشایند بود. کمربند سلامت باشین. و یک قسمت دیگر ما اونجا دقت کردم، لالای کلان از داخل قفس آمد، از داخل دروازه آمد، ما اصلا در ذهن نبودم و لالای کلان خودم ما سر شانه خود کرده بودم. همونجا من متوجه شدم. اگر ویدیو فکرت باشه ببخشید گفتم هم گرفتم. خواهش میکنم. در ویدیو ما گفتم مالی خودش خسته مانده، ایره چرا سرشان نکرده، باید تیره سرشان نکنن، همون شوخی کردم. جانا ولی من اصلا میگم که در هوش نبودم، با او خاطر من لالای کلان خود سر شانه خود کرده بودم و خانه اومده بودم. فردای روز بر من میگن که تو لالای تو سر شانه کرده بودی. تعجب کردم، من نکردم، اصلا من یادم نیست که زمانی که ویدیو رو بر من نشان میتن تعجب کردم دیگه. من اصلا گفتم درسته شما که همین که میگید قبول است دیگه، من نمیفهم. خدا را شکر که از کدام کار دیگه از دست ما چیز رخ نداده. نمام خیلی متوجه شدم. من گفتم این چی رقم شد، گفتم این خودش خسته مانده، تو چطور سرشانه از این بالا شد؟ خب هم فکرش نبود دیگه، خودت تو را سرشانه کرده بودی دیگه. من خیلی چی شدم، قارم شدم، باز من شوخی هم میکنم یگان دفعه در لایف. راحت باشین. گفتم مشکل نیست، گفتم شاید یه چیز باشه، ولی خیلی لذت بخش بود. و خودت آمانه دیدی که خیلی مردم لذت بردن از مسابقه، همچنان برادرت و خودت بعد از مسابقه این یک لذت بخش. بعد از مسابقه مزد زحمات خود که انسان میگیره همیشه خوشحال میباشه. به شک خیر ببینن آقای کوبندی، سلامت باشین. با ما یک روز آمادگی گرفته بودی و خیر نه کمربند، دو دانه کمربند اردیش از پیشت یا جانا آقای کوبندی سر صاحب شانید بان این کمربندی است که از قهرمانی 57 کیلو بخش پروفشنالش هست ماشاءالله. و یک کمربند دیگه است که از این سازمان است، از سازمان کشور اکادمیک که او در جیم ماویزان است، در لندن میواری است، در لندن در کلپتان است یعنی اجانا. اوکی، جایی که تمرین میکنی و یک دوش هم خودت گفتی من میبرم با خود. یک دو این فعلا پیش ما است و این مال من نیست، مال استاد ما است، مال تیم ما است. مال خودت است. هم جاش باید همونجا باشه، در پالی همونا باشه. رول زیادتر خودت داری صمدی صاحب، به خاطر که خودت حریف شکست دادی در رنگ، تنها خودت بودی و هیچ کس دیگه نیوری بود، خودت بودی. مد زحمات خودت از من میگم استادام زحمت خود بسیار میکشن، مربی‌ها همشون زحمت میکشن، اما زحمت اصلی رو شما میکشی، فوکس تون سر تمرین میباشه و بعد از او که داخل رنگ می تو خودت هستی، حریفت هست و ریفری
دیگه به کسی شکل نیست که خودت کمک بکنه. از دور صدا میکنه کوچت که در دانش دی یا در پایش دی، ولی خودت هر کارک هستی خودت هستی، مزد زحمات خودت هست. ما برات بازم خیلی خیلی تبریک میگم. انشالله با جای بیشتر ببینیم تا کمربندای از اینکه هر آرزویی که داری، هر کمربندی را بخیر با زودترین فرصت سرشانید ببینیم، چون که یک راه خیلی خوبی داری و سنتام هنوز سنتام خیلی جوان هستی و آینده درخشان داری بخیر. با خیر و سلامت باشه آقای کوبندی صاحب. و چیزی بسیار خوبی را اشاره کردین. حقیقتش یک چیز زمان آباد میشه آقای کوبندی صاحب که کتی یکی دیگه با اتفاق با اتحاد باشه، ولیکن هیچ چیز با تنهایی درست نمیشه. اگر ما یک گوی تنها باشم هیچ وقت نمیتونم یک موفقیت کسب کنم آقای کوبندی صاحب. امی شما میشین، ما میشم، فامیل میشه، کوچ میشه، تیم میشه و این میشن که همه ما میتونیم یک دست شویم، یک چی شویم تا که بتونیم یک موفقیت یا یک قله را فتح کنیم. همه چیز با تنهایی امکان نداره و انشالله که دقیقاً صمدی صاحب عزیز، ما هم خیلی از این گپا رنج میبرم، چون که ورزشکار با ورزشکار جور نیست در بین ما و شما، امی تیک تاکر با تیک تاکر جور نیست. هر کی میگم نمیفهم آخر ما و شما چی میشه، بجای که بیان با هم دست بتن. مثلا من دیگه مردم ها رو میبینم بعد وقت رنج میبرم، میبینم که کلشان با اتحاد پیش میرن و همیشه تلاش میکنن که با اتحاد پیش برن. ورزشکارایش همچنان. این حال که من بیارم که تو دیگه به اتفاقی کنم، او که من به اتفاقی کنم، تو ورزشکار هم هست. ورزشکار که یک ورزشکار جور نیست، وقتی یک ورزشکار پیروش میشه 4 ورزشکار دیگه جگرخون میباشه. بشک با جای که بیان خودشون تشویق بکنن یکی دیگه خود از یک وطن هستیم، زیر یک چتر زندگی کردیم، با جایی که تشویق بکنن هنوز خوشحال میشن. خیلی مایوس میشم. ان این روزا بگذره و همه اتفاق داشته باشن، با پیروزی یک ورزشکار خود خوشحال باشن و با شکستش غمگین باشن. اما نمیفهم که چی کار بکنیم. با امید خدا که همه چیز درست میشه و اتفاقی از امید چیزی کم نمیشه و انشالله امید داشته باشیم همیشه که همه چیز انشالله بخیر درست میشه. پلانای بعدی چی صمدی صاحب عزیز؟ چی پلان داری بخیر در این نزدیکا و میخوای کجا برسی بخیر؟ همین هدف تا ما بگو. آقای کوبندی صاحب، هدف طولانی است و مسیر میم دراز دیگه. خدا را شکر برای فعلا من میخوایم یک ریکورد خوب برای خود درست بکنم و بتونم یک بکگراند خوب درست بکنم که از فایت تایم و یک بتونم در یک سازمان خوبتر و بهتر کنترکت بگیرم، یک قرارداد بگیرم تا حداقل زمان که کنترکت بگیرم میتونم یک مصارف و یا خرجی از تمرینات خود از اونا تهیه بکنم. و تا زمانی که از یک سازمان کنترکت نداشته باشم بسیار سخت است و این انشالله ببینیم که به امید خدا یک فایت دو فایت دیگه ما باید بکنم در مثل همی کیچوارن اکادمیک یا بعضی سازمان های دیگه هستن و انشالله بعد از این در سازمان خود کیچواریان اصلیش که فعلا کیچوارن اکادمیک که است شاخه کیچواریان اصلی است و در خود کیچواریان اصلی که ما فعلا در ویتینگ لیستش هستم، در فعلا اپلای کردیم ده برش و باید صبر کنم تا اونا بر ما فایت بتن و قبلا هم فکر کنم یک دو فایت هم بر ما آفر کردن کیچواریان، ولیکن ما قبول کرده بودم فایت از طرف مقابل فایت قبول نشده و فعلا در موالات مانده. ببینیم که تا کی طول میکشه. به انشالله بخیر به زودترین فرصت هست. ما سازمان کشوری واقعا یک خیلی سازمان خوبی است. اگر کانترکت امضا کردی انشالله خیلی چیز خوبی است، سازمان خوبی است، چون که رایابی به خود یو اف سی هم از کشوری و نسبتا به سازمان‌های دیگه بالاتر است، چون که تمام کسایی که میخوان استعدادیابی کنن همیشه در مسابقات کشوری حضور دارن، از یو اف سی نمایندگی هایشان است و دارن. از اون خاطر تلاش در بیشتر است. انشالله کنه خودتان با آشناسی همراهشان و فایتان برای جور میکنن. با دو چشم برو نموجا بخیر، روز شب بخیر دمو کانترکت ببینیم که بخیر با یو سی سی میگم کشوری خیلی یک سازمان خوبی است. هموجا تلاش تا زیادتر بکو. با امید خدا انشالله که او روزم نزدیک است که دیگه مو کوشش و زحمت خدا میکشیم و
نتیجهش هم میمونه به دست خدا جان که خدا جان چی میکنه. دقیقاً توکل به خدا. دقیقاً این چیزی هست که فکر کو مکتب خلاص کردی در پانتون میرسی، کچوری و پانتون از وقتی که خلاص شدی در چیز که رسیدی در یو اف سی مایستر هستی دیگه بالا دیگه به وجود نداره شکلی دیگه. به انشالله شکلی به میگم شکلی. از تهذابت خیلی خوب است، تهذاب خیلی درست جور کردی. دیوار که آدم همیشه یک خانه که آباد میکنه تهذابش باید جور بکنه. خودت از دقیقا تهذاب جور کردگی همه چیز مهیاز برای خودت که بخیر یک فایتر خیلی خوب شوی و شده یا مستی نیم راه را طی کردی، کم راه دیگه مونده بخیر و کشوری که رسیدی فکر کو که 75% بالا رفته ای. بعد از او باز میای یو اف سی دیگه. به امید خدا گپایت به انشالله گل بگرده آقای کوبندی صاحب. سلامت باشین شما بسیار لطف دارین. قربانت. نه من خو چک میکنم مال من بسیاری فایترها را از افغانستان من صمدی صاحب کلش هم میشناسم تا می کم تو می هستن امو هر کدامش هم میشناسیم که اون لیولشان کجاست و در کجا فایت میکنن، کدام سازمان بهتر از برشان. من خیلی شاید مرا کم دیده باشید در میدیا، من خیلی کم وقت میشه آمدیم و در باره دقیقا ورزش ها شروع کردیم بعد ورزشکارای افغانستان و یا خارجی ها ویدیو جور میکنم و همچنان من تنها با کسایی که لذت میبرم خود شما هستید. با این خارجی قربانت ها سلامت باشه آقای کوبندی صاحب. هیچ خوشم نمیاد که با ما خودت مثل برادر همینجا صحبت بکنیم. نه تو از ما چیز کم هستی نه همه چیز همی که میگم میمان برنامه میشه قبول میکنی. این یک افتخار برای خودم هست. سوار روز خودت یک قربان جای وظیفه برسی، است آقای کوبندی. سوار روز خودت یک جای برسی من افتخار میکنم. من افتخار میکنم که کنارم یک فایتر همون تو بی‌نظیر دارم و همون تو صحبت کردن همراه خودت لذت میبرم. صمدی صاحب همچنان آقای کوبندی صاحب بر ما بسیار جای افتخار است که بسیار با نطاق بسیار لایقه قربان. که مثل شما هم صحبت هم کلام میشم و این جای افتخار است بر من. تشکر سلامت باشین. قربان صمدی صاحب عزیز. چه وقت است کدام مسابقه دیگه هم داری در این نزدیکا؟ کدام پلان است؟ آقای کوبندی صاحب به امید خدا در تا آخر این سال ما از بعد از این فایت خود اصلا ما با کوچیم یک بار دو بار جفت صحبت نکردیم که خدا را خوشبختانه کوچ ما که است هم کوچ ما است هم منیجر ما است هم فایت های ما را تنظیم میکنه و هم کوچ ما است. واقعا ما ازش هر چی که بگویم هر چی که ازش تعریف کنیم کم است، چون قرار است که صبح ما فردا نشون برم و صحبت بکنم درباره برنامه بعدی که چی برنامه دارن و من نظر ایشون بر من بسیار مهم است که اونا درباره ما چی فکر میکنن و چی تصمیم میگیرن و ما به نظر خود ما تا آخر این سال انشالله یک فایت دو فایت دیگه حتما میکنم و سال جدید انشالله اگر خدا بخواید در کشورن فایت بکنم. انشالله دعا میکنیم که بخیر با روزت برسی و همین پلانایی که منیجرت میگیره خودت میگیری. از ما که بیشتر خود شما میفهمید که چقدر برای ریکوری ضرورت داره. ما مردم ما و شما که یا ما فایت میخوایم فایت کنیم اما این که خودتون تمام برنامه‌تون که میگیری از همه مهمتر است. یعنی یک تعداد ما فایت چی شد، فایت چی کردی نکردی، این که از خود فایتر میفهمه منیجرش میفهمه. بعضا که از فایت زیاد دوست داره، فایت چی کردی اما ایره نمیگن که چقدر زحمت میکشه در وزن که وزن تونه کم میکنه، تمرین میکنه. این خودش هم استرسی که دارید مو یک ماه دو ماهی که پیش از مسابقه میباشه خودش بسیار زیاد مشکل است. همون رقم است، واقعا همون رقم است. باز سختترین قسمت سختترین پارتش که میشه همین وزن کم کردن میشه آقای کوبندی صاحب. همش یک طرف فایتش یک طرف تمرینش یک طرف، ولی برای شخص خودم نمیفهم دیگه فایترها را، ولیکن برای من وزن کم کردن نمو سختترین پارتش میتونم بگویم است. ما از تمام ورزشکارا پرسان کردیم اینمی جوابش بوده، یعنی سختترین مرحله فایت پیش از او کمی وزن کم کردنش است. بسیار همون زیاد رقم سخت است، است. من والا درک همون رقم است. ما هم درکتان شکی میکنم نزی. آفرین تان. دقیقاً همون طرف. الگوی ورزشیت کیست صمدی صاحب؟ آیا کدام فایتر هستی تو که خوشت بیاید، چی خارجی باشه چی از افغانستان؟ یعنی بگوی فایت های میره میبینم و از فایت هایش لذت میبرم و تجربه هم میگیرم. کوبندی صاحب ما از حق نمیگذارم هیچ وقت. الگوی ما یک نفر بوده و یک نفرم خواهد ماند، دقیقاً. چون حسین بخش سفری واقعا برای شخص خود من بسیار یک آدم قابل احترام است و یگانه ورزشکاری بود که از صدق دل از
از هر لحاظ که ما تعریف بکنم کم است، راست چون میگی، ما راست. کدش یک جای زندگی کردیم، بله. خیلی وقت کدش گذراندیم و آدم از هر لحاظ تکمیل است. از واقعا. نگاه دقیقاً. الگوی ما ایشان است که آقای کوانی دقیقاً صاحب. خیلی یک آدم نیک از ما همیشه می مسابقه‌ایش که دیدیم، بعد از مسابقه، پیش از مسابقه متآرام، آدمی که هم با اخلاق، با نزاکت، همه چیزش واقعا ما هم خیلی دوستش دارم. انشالله خب فایت هم داخلی فایت خود کرد در کانادا زندگی میکنه. من همراه او بچه کاکایش هم در ارتباط هستم، سمی نامش هست، سفری و فکرم در سوئیس زندگی میکنه. یک آشنای دقیقا دوست. دقیقا. با او هم چیز مصاحبه داشتم، همراهش صحبت کردم و او هم گفت که این تو مسابقات انجام میدن. خیلی خوشحال شدم صمدی صاحب عزیز و شما را در همچنین کنار خود داشتم. این تو یک برنامه لذت بخش با خودت. انشالله که همیشه هم تو خودت بدرخشی، انشالله هر آرزویی که داری به خیر برسی و من همیشه کنارتان هستم انشالله. با خیر و سلامت باشین آقای کوبندی صاحب. تشکر از وقتی که ماندین برای ما و انشالله که با هم با یک جای انشالله با قلعه بلند میرسیم به امید خدا. دقیقاً انشالله صمدی صاحب عزیز، من همیشه افتخار میکنم هر فایتر مثل خودت باشه، چی فایترهای دیگه ما یک پله بالاتر بره، من از خوشحال میشم. هیچ حسودی با هیچ تشکر. ورزشکاری ندارم و همیشه تلاش میکنم که کل ورزشکارا را همت مساویانه پیش برم، مثل رفیق. هیچ یک خبرنگار واری هم نه، رفیق همت کنار هم پیش بریم، هرچی شما پیش رفته بریم ما هم پیش میرم. زنده و سلامت باشین آقای کوبندی صاحب. شما بسیار لطف دارین. قربان. چی گفتنی داری برای وطندارای ما از این مسابقه آخرت که تشویقت کردن نکردن؟ راضی هستی از وطندارا؟ از گفتنی خاصی که ندارم آقای کوبندی صاحب، ولیکن همیشه خواسته خود دنبال خواسته خود برین عزیزا. هر کسی هر چیزی هر مقامی را که میخواین فقط برش تلاش بکنین و انشالله که یک روز نه یک روز تلاشتان نتیجه میده و بتونین که هدفتان به دست بیارین به امید خدا. تشکر. انشالله همچنان خودت هم. خیلی خوشحال شدم، خیلی زیاد بازم تشکری میکنم از خودت که برای ما وقت دادی. دیگه آرزوی خیلی خوب برات میکنم صمدی صاحب عزیز. قربان سلامت باشی کوبندی صاحب. همچنان آرزوی موفقیت میکنم برای خودتان و تشکر از وقتی که موندین برای ما. قربان سلامت باشی، وقت خوش میخوایم. انشالله باز مسابقه بعدی ما همیجا هستیم برای بیننده میگیم که انشالله صمدی صاحب دوباره داخل رنگ میبینیم و از همیجا برای شما لایف نشر میکنم از تیک تاک و کنار هم لذت میبریم از مسابقهش. بخیر. با امید خدا با امید خدا حتما ما به خبرتان نمیگذارم و قربان انشالله تشکر. انشالله خبرتان میتم و منتظر فایت بعدی ما باشین عزیزا. دقیقا. دیگه دیر نیست، زود است انشالله. دقیقا اینستاگرامش دوستا از صمدی عزیز فالو کنید که بسیار زیاد به فایترها خیلی مهم است که در یک سازمان میره. ولی سوال شاید همی باشه نه صمدی صاحب که دقیقا اینستاگرام چقدر فالوور داری؟ دیگه نداری دوستا؟ من میجا تیک تاک اینستاگرامش برای شما میمونم، انشالله فالو کنی و باشه که انشالله بر ما درخشیدم بعد از این دیگه هم بدرخشه. طال وقت ازی بود که صمدی صاحب بر ما زحمت کشید و مسابقات انجام داد. حالا وظیفه ما و شما است که باید فالو کنیم و کنارش باشیم. بخیر. زنده و سلامت باشین. تشکر. خیلی بینین آقای قربان کوبندی دیگه، صاحب. وقت خوش برات میخوایم صمدی صاحب وقتتان عزیز. خوش. خداحافظ. خداحافظ. شب و روزتان خوش. سلامت باشین. میبینیم انشالله قربان صحبت میکنیم. خدا. خداحافظ. خداحافظ.